انجام دهم و وقت خود را تعیین کنم که کدام وقت من باید به خارج سفر کنم. لیکن فکر میکنم که در این مصرع شما پخش کردید. شاید برای زندگی همیشگی نخواهی رفت، اما برای یک برنامه اجرا کردن شاید که این فکر دیگر باشد. شاید لیکن گفتم که سبب‌های دیگرش هم هست. ان شاءالله در دل هوس آرزو هست. شاید که روم، شاید که کنسرت من هم در یگان دوشو کنار دنیا بله اجرا شود، چون که از خود باوری دارم. خداوند کریم که تا این روزها رساند، نخواد که تا به آن درجه هم نرساند. راست است که جای شبنم و جونیبک شرکت 10 سازمان دهنده برنامه آنها قبلا با خودت این قرارداد بسته بود که باید که شما میرفتید. و راست است همین؟ به راستی پیشنهادها زیاد است. از اما جایی که از آنها رفتم از آنجا بسیار پیشنهادها زیاد است. من نمیدونم که همون شخصایی که منو دعوت کردن شاید همون شخصا باشن. یعنی که همین گونه پیشنهاد بود برای شما؟ بله البته بسیار زیاد بود. وقتی که من 1 سال پیش میخواستم که به کانادا روم، 1 سال تقریبا همین تابستانی ماه ایول 1 ماه پس 1 سال میشود که من وقتی که مسکو رفتم. از مسکو نمیدونم چی کار شد که من 1 ماه بند موندم در مسکو و در اونجا ویزا به من ندادن. من نمیدونم که چی سبب شد، چی کار شد، چیزی بود که به من ویزا ندادن و پس برگشتم اومدم. راستی کمک دلم سردم شده بود و بعد از اون که پیشنهاد دبی و جرمنی و دیگر لندن و این طرف و طرف، راستی پیشنهادارم برای اون نکی نمیخواهم رفتن، برای اون که قدر دلم پر کی نبود. دلت پر نبود از چی؟ از اونه که اونها برنامه خوب تهیه میکنن یا که خودت برنامه خوب نداری برای اجرا کردن؟ برنامه خوب کردنم میشود اگر شخص که بخواد در 1 و 2 ماه تمرین برنامه خوب اجرا کردنم میشود. باور کنید بازم همین چیزایی که پیش از رفتن وقتی که من هم کسبای خودم خاطی نوازنده و موسیقی خاطی وقتی که تمرین کنم و بعد باز یگان پرابلم دیگر شود و باز من رفتن نتونم، من دیگر وقتی گرفته آنها رو برگردانده نمیتونم. طرف دیگر هم میشود که وقتی که تنها آنجا روی و با موسیقیچی‌های آنها قبلا پیش از کنسرت 1 ماه یا که 2 ماه شب و روز مشق کنم. این طرف میخواستم. لیکن من فکر میکنم برای کنسرت خارج رفتن و آنها رو چی میگن حیران ساختن و آنها رو قانع کردن به هنر خود بسیار زحمت‌های زیاد در کار است که کنسرت تو توانی که در سطح مثال دیگر هنرمندای دنیایی پیشکش کرده توانی. و فکر میکنم که شاید روز شود که من هم با آواز زنده، با سیمفونی و موسیقی زنده، اون چیزی که خودم میخواهم کنسرت برپا کنم و محض هنر تاجیکی اصیل و محض لباس تاجیکی اصیل و محض سخن‌های تاجیکی اصیل با اونها پیشکش کنم. سازمان دهندگان همون برنامه در یک مصاحبه خود گفتند که آینده میخواهند که با منیژه همکاری داشته باشند. آیا خواهش و آمادگی داری؟ خواهش دارم، لیکن گفتم که برای این زحمت کشیدن در کار و اگر که به آن همه آن چیزایی که من در پیششان میگذارم با آنها راضی باشند از عهده این برای البته کنسرتی شود که در سطح عالی باشد. هر یک نفسش باید که زنده صدا بدهد، نه اون که فونوگرام یا اینکه موسیقیش فونوگرام و آواز زنده و بلکه همش. آرزوی من همین است که با سیمفونی زنده، ارکستر زنده برآمد کنم. یعنی که برات مهم است؟ البته برای من مهم است. شاید برای دیگران مهم نباشد لیکن برای من مهم است. دیگر با همون فونوگرام و روز دیگه مردم فریب کردنم وجدان و ناموس نمیبردارد. میگویند که منیژه دارد آمادگی میگیرد و چند آهنگ تازه هم ثبت کرده است برای آلبوم نو خود. حالا گفته میتونه که چند آهنگ الکی آماده داری؟ همین میگویند زندگی من سراخو میگویند است. خب منیژه دیگه تلفن میکنن یک چیز به من تبریکی میگوین با یک آواز غمگین و این خیل شدی حیران میشم. در حیرت میمونم که آخر من خودم وای ندارم، آگاهی ندارم یا که از این چیزا من درک هم ندارم. شما از کجا میدونین؟ میگوین و زندگی من هم با همین میگویند. امروز گپ گذشته ساده است، در گردی زبان بسیاری ها افسانه هم گشتیم، لیکن من هم مثل همون مردمایی که عادی هستند، مثل همون مردمای عادی من عادی زندگی میکنم. خیلی هم از زندگی میکنن، من هم خیلی در زمستان به قطار هم خنک میخورم و به قطار همون چیزی که مردم دشواری‌هایی که داره من هم در برابر آنها هم، نه کم هم نه زیاد. و درباره سرود و ایجاد باشد این روزا گاهی با ترانه نویسی مشغول میشم و گاهی یگان شعره که میاد که خیر نمیتونم گفتن که من شعر مینویسم، لیکن بعضا هست چیزایی که بله شعرگونه و آنها رو من به طرز ترانه
وای میکنم مینویسم و باز روزگار دیگه ایجاد میکنیم. بغیر از ایجاد دیگر یگان هنر دیگر هم ندارم گویم میشود، چون که ممکن که شاید داشته باشم لیکن نمیخواهم. منیژه اگر حاضر از خودت خواهش کنم که یک چیز را از نوشته های خودت برای ما قرائت میکنی. راستی اینجا نوشته ها زیاد هستند و کمی دراز هم هستند. من حاضر حرکت میکنم که یگان کوتاه‌ترش به شما بخونم، بله قرائت کنم. خیلی این من نمیتونم گفته که مثال این در سطح پروفسیونالی که چی خیلی که در کار است مثل شاعره ها و نویسندگان باشه، لیکن چیزی هم باشه درد دل خودم است. گریه هایم تمام شد، قریب که نیست، چون هر وقتی که گناه میکردم بدنم با آب چشم شسته میشد. فکر میکنم که گریه گناه هم تمام شد، دیگر فقط گریه هم گریه ثواب است، اشک ثواب و شادی. بعضا در اندیشه هایم خود را احساس میکنم که منیژه دولت اون اسب پرغرور است، که منیژه دولت اسب سرکشی است که او را هیچ کس قایضه کردن نمیتواند بجز قسمت و تقدیر او. خوش به حال آن کسی که این ماهتاب تابنده نصیب اوست، آن که سرش همیشه بالاست، مثل اسب وحشی که همیشه در دو پای ایستاد می شود و همون تو سرش بالاست، مثل همون اسبی که هنوز کسی او را رام نکرده است. بله اسب وحشی خیال خودش. بله این رو من باور کنید در یک رسم دیده بودم که به من تحفه کرده بودن و از یک دوستی خود. در اون رسم بسیار یک طبیعت زیبا بود و در بین اون گلها و بسیار طبیعت زیبا بود، گلها و سبزگوری و بسیار چیزای خوب نقش کشی شده بود و در بین آنها همون یک اسبی که مثال زین ندارد و همیتا با سری بالا، بله با سری بالا روی دو پا ایستاده است. در چند روز اول اونقدر اهمیت ندادم و وقتی که تنها میموندم اون رو نگاه میکردم، باور کنید اون طبیعت زیبا و اونقدر چیزای زیبایی که در این رسم تصویر شده بود به زیبایی اون اسب نمیبرآمد. اون اسب از همه اون زیبایی های طبیعت زیباتر مینمود با اون دو پای ایستاد و سری بالایش. و این من به مثل یک ترانه نوشتم که این منیژه دولت است. اسب سرکش. و بازم چیز دیگر هم میخواستی برای ما بخونی؟ من منیژه‌ام، دختر فردوسیم، اثر شاهنامه‌ام، دختر هر یک مادر ملت تاجیکم، دختر شرقم، چکره از هنر گوگوشم، فرزندی و ناموس تاجیکستانم. یک توی دیگر، زی تو آموختم همه نوازش و مهربانی را، زی تو آموختم دوست داشتن و بد بی‌وفایی را، زی تو آموختم هر کاری گناهم را، زی تو آموختم هر آنچه که آموختم. سخنها را فقط شخص عاشق میتواند که بنویسد. پس گفتم ممکن است که منیژه عاشق است. برای چی؟ وقتی که عاشق نباشی قدر سرودهای پرسوز، قدر سخنهایی که از دل میبری از کجا است که با یک احساس خوانده میشه. عاشقی که یک عمر باید که بی‌وفایی بیند و با همه بحر شنوندگانش سرودهای دردناک بخواند. من باید عاشقی که همه وقت رنج میبیند، عاشقی همه وقت رنجور، بله عاشقی همه وقت درد میبیند، چون من اینجوری نباشم. و بازم میگن که به همه بدیهاش، به همه دشواریهاش درد عشق بازم شیرین است. بله به اونم بوده نمیشه. به اونم بوده نمیشه. نه از یک طرف که به این من سرود عزیل خواندن نمیتونم، چون از عاشق رنجور بودنم هم بعضن وقت خرسندم. چندی دیگر هم دارم. میگویند که منیژه از روشنایی میترسد. چرا تنها شام و شب از خانه بیرون میشود؟ انا همین میگویند درست است. انا همین میگویند چه خبر شده است که یک میگویند درست گفتن، در حقیقت شاید این میگویند خودتون باشد. در حقیقت همینش از اون من بود. از روشنایی میترسم، نیو روشنایی رو ناز نمیبینم، نمیدونم برای چی. این شاید از روی، شاید من یگان دکتری چی بگم روحی را سوال کنم که برای چی اینجوری است. وقتی که در همون خانه در روزانه که بیگاه تو اگر شام نشود، تاریکی بد نشود، من چراغ خانه رو باور کنید روشن نمیسازم و نمیدونم از چه جهت که تاریکی رو دوست‌تر میدونم و دلم نزدیک. از میان ستاره های امروز که در تاجیکستان هستند کسی رو دوست خود میشموری؟ چخیلی که در اول قید کردم اکای زیور، من معنای دشمن بودن رو نمیدونم،
چونکه خود به کسی دشمن نیستم و همه رو دوست می‌دارم. اگر اون شخص رو بدونم که وای دشمن من هست، او رو هم دوست می‌دارم، چونکه فکر می‌کنم که خداوند بزرگ با این قدر بزرگیش، با این قدر مهربانیش نمی‌توانست که بنده بد در این دنیا آفرد. و اینم مثال شیطان است که وسوسه می‌کند هر یک شخص برای بد و کارهای بد می‌برد. در حقیقت چنین شخصان هم هستند که اونها رو بد گفتن هم درست است، لیکن به هر صورت هر یک شخصی که بد هم باشد یک خصلت خوبی هم دارد. هر کسی که سخن، رفتار، همون چیزی که در نهادش هست، همون در زبان و در شخصیتش نشان می‌دهد، بگذار وای دشمن من هم باشد، در روی هم وقتی که گپ زند وای دوستی من است. من چنین شخصا رو، چنین آدما رو من هیچگاه آدمانی بد نمی‌حسابم، چون که چطوری که هستند خود رو همین گونه نشان می‌دهند. وای بر حال اون نفرایی که با تو اینقدر مهربان هستند، اینقدر دوست هستند، همه وقت رو تعریف و توصیف می‌نمایند، در نهادشون دیگر چیزا هست، در قلبشون دیگر گپا هست. بله، وای از چنین دشمنان. و از هنرمندای امروزه من همشون رو دوست می‌دارم. هر کسی که هنر دارد، هر کسی که میتواند این هنر را پیشنهاد کند و در دل یک نفر خواننده مثل هوادار پیدا کند و رو دوست دارم، من این رو در حقیقت هنرمند می‌سازم. البوم تازه‌ای که داری روی اون کار میکنی، نوع اجرای جریان موسیقی ها، جریان اجرای آهنگ ها تغییر خواهند شد؟ یعنی که بازم همون رویه، همون جریانی که داشتی همون گونه خواهند بود یا یک چیز دیگری هست اونجا؟ درست قید کردید اکای زیور. نمیدونم سبکش رو، لیکن همشون حالتهای روحی که همین روزا من هستم، همه اونها رو من در اون سرودها تازه رو نخوندم، لیکن چی میگن همه سرودها هم قریب که بین خواب هستن، هر لحظه زندگی. بله، هر لحظه زندگی و هر لحظه مثل تنهایی و یا اینکه دیگر و یا اینکه شادی و هر یکی اونها بی پرده است. بگویم هم خطا نمیکنم. هوادارات، مخلصات چی رو میتونن که از البوم نوی خودت انتظار شوند؟ راستی مکازی شما من میترسم درباره این یا اون چیزی که درباره البوم، که درباره یگان سرود، کلیپ، یگان پیشرفتی مثل خودم در جاده هنر میترسم پیشگویی کنم یا که میترسم پیشکی سخن کنم، چون که هر وقتی که نمیدونم شاید در نظرم تا بعد یا اینکه بسیار دلمانده هم شدم، هر وقتی که من میخوام یک کاری رو آغاز کنم و تا با آخر انجامش بدم، اون آغاز پیدا میکند، انجام شدن نمیمونه. نمیدونم یک فشار من از طرف یک کس نه یک کس به من فشار روحی میشود، البته بازم یک دلخستگی، یک چیزی رو صد میکنه که با باوری کامل هم گفته میتونم که همین هر وقتی که یک چیز من آغاز میکنم از در جاده هنرم یگان فشار از یگان طرف به من خواهد شد. برای همین میترسم دیگه همین مخلصام پیشکی یگان چیزا وعده کنم یا اینکه من از پیشگویی کردن میترسم. الای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کسم، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بود، که از بعدی خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. حتی نام البومتون برای ما نمیگی که چی میشه؟ نام البوم نامگذاری هم نکردیم، لیکن چیزی هم باشد میگم که این البوم برای شهرت پیدا کردن یا اینکه برای خود رو به طرز دیگر نشان دادن یا اینکه باز مشهور شدن و محبوب شدن به این خاطر نیست، فقط اون حالت روحی که چند وقت من داشتم و همش سر و پا فکر میکنم با یک جهت زندگی خودم هست. زی نگاهی چشمی تو میترسم.